Всем привет, ребята! Это видео называется «Дети моего села». Сегодня мы будем раздавать вот такие вот игрушки. Ну, такие, я думаю, нормальные вроде. Мы их будем раздавать детям. Вот таких игрушек у меня никогда в детстве не было. Я об этом даже помечтать не смог. Я уже половину раздал, к сожалению, я это не снимал, но вторую половину давайте будем раздавать вместе детям. Вот они. Погнали. Ура! Офарин. Ау, бачки меши. Ассаламу алейкум. Дар мактаб мехони? Сифи чанд? Сифи нол? яъне чӣ? масалан ду ҷамъи ду чанд мешавад? ду ҷамъи ду чанд мешавад? چهار. آفرین آفرین. یک چیز خواستم بپرسم، شما دوستی عزیز در خانه‌تان ماشینچه دارید؟ نه. ندارید؟ چرا؟ اگر ماشینچه داشته باشید بازی میکنید؟ کدام نمونده شه؟ اوپل. کم از چی؟ کم ازم نظم. من کم از نمیشد. از این جاگاه معقولتون باشد اگر کنی یک نشان بدهید در اینجا مثلا نگاه کنید. یگان تا معقولی هست؟ کدامش؟ همین؟ همین؟ بس تبریک میکنم. نه صاحب ماشینچه شدی. خرسند شدی؟ من کن بازی میکنی ها؟ نام ماشینچه چیست میدونی؟ تماز. باشه سلامت باشه. هر کس به نوبت نامش را گوید. از شما؟ عبدالله. علی. شما؟ امام حسین. امام حسین. آفرین. خوب شما؟ انیس. انیس. شما کی؟ ما عزیز. شما؟ درفشان. شما؟ زلعه. شما آینده کی شدن میخواهید؟ چی میشی؟ دکتر یا کی؟ معلم. شما دکتر میشید. چرا میخواهید دکتر شوید؟ همچنین دکتر. تبابت کردن دوست میداری؟ ها. با کی چی شدن میخواهید؟ شما هم دکتر. حال است. آرامانه. شما چی؟ دکتر. این 5 تا دکتر، این همه دکتر کو. با شما هم دکتر. با کی؟ من انمی آدم فوتبالیست. یک تا فوتبالیست هم بود از خیریه. شما دکتر شدن میخواید. بسیار ناز، بسیار ناز. کی شعر میداند؟ استعداده. با کی؟ کسی که شعر میداند درباره همه چی. کسی که شعر میداند دست برداره. ای پدر من خاک پایم میشوم، جان فدای نام پاکم میشوم، جان فدا بودی را جانم پدر، چون که من مغز جانم میشم. آفرین آفرین. شما پسری کی؟ پسر زیاد الله. آفرین آفرین آفرین. پدرشون دوست می‌داشتن. با کی شعر میداند؟ گویید. با همان دسته که شب‌های دراز چشمی شیلا کرد، با از خواب ناز الله گویان دل را خوابانده تازه گفت این بانده، با همان دسته که شیرش داده شب‌ها. مادرم. آفرین. درباره مادر آره؟ بسیار خوب. شما گویید. مادر جان عزیزم جای گرفتی در دلم، همان قدر مهربان تو هستی در دل جان. آفرین آفرین. با کی شعر میداند؟ کسی که شعر داند. تو نمیدونی؟ گویید. ای مادر من، ای مهربانم، نام خوشت تو وردی زبانم، مهرت دائم در جسم جانم، ایدم مبارک ایدم مبارک. آفرین آفرین. با کی شعر میداند؟ خب کیاوش میگفتم. باشد برفته.
زبان مادری توی زبان ها زبان اندر زبان ها زبان مادری پیامدی مقدس همچنان شیر سفیدی. آفرین، یعنی درباره زبان مادری. آره بسیار خوب. اگر که حاضر همه کسا مغازین رویم من شما با یک تای تحفه گیرم میشد؟ 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 تا تحفه خورده که My dear mama, I love you very much. I want to be happy on the 8th of March. He speaks English. It was in English, right? Do you understand English? Do you speak English, sir? Yes, go. No. How much? Assalamu alaikum. سلطانی غم چشم چراغم مادر تنها گله گلزار باغم مادر بعد از خدا تنها امیدم مادر آفرین. باد آید روی سفیدم مادر آفرین. مادر پرستاری دلم ای روشنی بخش و چراغی منزلم. Как я уже говорил, сейчас у нас есть подарки, ребята. Вот, я хочу, чтобы дети забрали столько, сколько хотят. Я вот так вот приоткрою. Вот, берите. Бери. Хама бьет, хами бачо, бей. Берите. О, офарин. Офарин. Гире. Гире. Хама бамирасы. Офарин. Ана шумон бей. Ana, opa, молодец. Hozir. Gire. Gire, o خنزن. یک چوپا چوب سم بر اومد. молодец. با کی نگرفته؟ کنه. مکتب میخونی؟ صرف چند؟ صرف یک؟ آفرین. با کارهای مادرت یاری میرسونی؟ چی کار میکنی مثلا؟ یاردم میکنی؟ میدونی چی؟ آفرین. درس ها هم نظم میخونی؟ پس این از توست. معقول؟ راستش بگو معقول؟ نام این ماشین چیه؟ السلام علیکم دوستی عزیز. کارهایت چی خیل؟ و علیکم سلام. در اینجا چی کار میکنی؟ در اینجا چی کار میکنی؟ اینو با کارتوشکا میکنی. کارتوشکا میکنی؟ میتوان با باوری کامل گفت که کارتوشکاتون امسال خیلی حاصل خوب داده است. بله؟ کلان؟ چند خلطه گرفتید؟ 3 خلطه. 3 خلطه؟ از چند ساتیق؟ 1 یا 2 یا 3 ساتیق؟ 1 ساتیق. از 1 ساتیق 3 خلطه. خیلی کم. چرا آب ندادی؟ تنبلی کردی یا که چی خیلی؟ برای چی کم؟ نمیدونی؟ در خانه تون گفتین ماشین نداری. میخواهی که یک کماز داشته باشی؟ آره؟ میخواهی؟ باشد. پس بیا انتخاب بکن. یک تا از اینجا بگیر. کدامه که معقول باشه؟ همین معقول؟ آیا وعده داده میتوانی که به کارهای مادرت یاری میرسانی؟ به کارهای خوجگی یاری میرسانی؟ یعنی به ترتیبی هم نمیکنی؟ آره؟ نه. از درس ها میگریزی؟ نه. باش. باش شود. بازی کن. نصیب کن. کنی ماشین چتا نشان ته؟ کو مندته؟ یک بینم. واو. ماشین چه زور. این ماشین چه را کی خرید؟ پدرت؟ این ماشین چه را دوست میداری؟ حتما یک تا دیگه ماشین چه در بر این میشود. باشد؟ خوب؟ мать. Вот дети у нас сидят культурненько. Здесь
Давайте с ними пообщаемся. Номер شما چیست؟ شما چند ساله هستید؟ 12 ساله. یعنی در مکتب میخونید؟ صنف چند؟ چرا در اینجا هستید؟ یعنی امروز برآمدید بگاه حتما به دیه برمیگردید. نام شما چیست؟ شهریار. نام شما شهریار. نام شما چیست؟ اینا کامران، اینا سردار. السلام علیکم. السلام. نام تو چیست؟ السلام. اصلان؟ معنای نامت چیست؟ السلام. یعنی معنای اصلان میدونی چیست؟ چیست؟ چی؟ نام ما؟ باشد. در مکتب میخونی؟ صنف چند؟ یا. صنف یک. خیلی خوب. کدام حرف رو گذاشتید؟ وای. آ. حرف آ؟ میتونی که حرف آ رو بنویسی؟ ها. کو بنویس؟ در هوا بنویس. یک بینم. در هوا نمیشه. چرا؟ چه هوا؟ خب باشد. استادتان کیست؟ معلم. نظربای. نظربای؟ قلندرف. نظربای استاد خوبن، معلم خوبن. نمیزنن؟ نه، استاد میزنن شیپچه. شیپچه خط. کم اگر درس را نخوانی هم خیلی نیست. خب حالا میگفتی که ماشینچه داری در خانه؟ نه؟ چرا؟ چی نه؟ نداری. اگر مثلا فرض کردیم و تو اگر صاحب ماشینچه شوی، پس میشد گفت که تو درس گریزی میکنی، تنبلی میکنی، خاک بازی میکنی؟ نه؟ یعنی درس ها رو نغز میخوانی؟ میخوانی و بازی. اول میخوانی بعد بازی میکنی. یعنی وعده دادن میتوانی، آره؟ باشد. پس فکر میکنم که امروز شما نیست دوستی عزیز صاحب یک ماشینچه گردیدید. بگذار انا همین ماشینچه زیبا از شما باشد. معقول؟ یعنی وعده داده میتوانی که درس ها رو هم نغز میخوانی، درس گریزی نمیکنی، با کارهای مادرت یاری میرسانی، آره؟ باشد. نصیب کند. آفرین. السلام علیکم دوستی عزیز. السلام علیکم. چی خیل؟ کارا خوب؟ سلامتی ها نغز؟ شما پسری کی میشید؟ بچه کی میشید؟ بچه کی میشید؟ سهیلیزا. سهیلیزا. خیلی خوب. در مکتب میخونی؟ نمیخونی؟ کی مکتب میروی؟ کی با مکتب میروی؟ سال آینده ها؟ حالا با من بگوی که در خانه تان ماشینچه داری؟ چرا نداری؟ نداری. اوکی. مثلا به جای ماشینچه چی را بازی میکنید؟ با سنگ یا خشت یا با چی؟ با سنگ. سنگ؟ یعنی سنگ را میگیری بازی میکنی همچین ماشینچه؟ همه خیلی میکنی. آفرین. اگر مثلا شما فرض کردیم تقریبا صاحب یک ماشینچه زیبا گردید، آیا میشد گفت که شما تنبلی میکنید، خاک بازی میکنید، به کارهای مادرتون یاری نمیرسونید؟ میتونیم؟ نه، نمیتونیم بگیم. خیلی خوب. یعنی به مادرتون یاری میرسونید، آره؟ نمیرسونید؟ چرا؟ خب باشد. میگفتید که پدرتون رو بسیار دوست میدارید یا مادرتون؟ کدامش؟ مادرتون رو. برای چی؟ چرا؟ برای اینکه مادرتون رو بسیار دوست میدارید. شما وعده داده میتوانید که با مادرتون یاری میرسانید، بعد مکتب هم روید، درس رو نغز میخوانید. باشه؟ آفرین. خب امروز من میتوانم شما رو تبریک کنم، چون که در اینجا یک تحفه هست که مثلا باوری دارم به شما باید پسند آید. معقول؟ تلویزیون با از کانال جیم تیوی یک بیرم دارد. ماشینچه معقول؟ این نامش چیست؟ کماز ها؟ خیلی یک بازی کنم بگیرم. آفرین. باش شود ها؟ خیلی. در شب هجر امید سحری ما را بست، در شب هجر امید
سحری